هی خپلو، داشتم به این فکر میکردم چی به خورده تو دادن که انقدر پروار شدی؟ اندیشه های امام خمینی. جدی؟ یعنی سر تو همینجوری انداختی پایین رفتی تو مرقد امام چریدی؟ پس الان برای خودت یه دکتر امامیولوژی شدی ها؟ این که خیلی ساده است. راستش منم اولش فکر میکردم خیلی ساده باشه، ولی هرچی بیشتر مطالعه کردم دیدم واقعا چیزی در مورد امام نمیدونم. تو فکرم میکنی؟ عجب. تیپت نمیخوره. ببین طالبی، آخه آدم با مطالعه کردن که نمیتونه به اندیشه های امام پی ببره. برای غرق شدن در اندیشه های امام باید یه مدت در عمق چاه و سطح فاضلاب غلط بخوری. با استاد راهنمام صحبت کردم، گفت نگاهت رو یه مقدار سطحی تر کن و اندیشه های امام رو از نگاه مردم عادی و عامیانه کوچه و خیابون نگاه کن. احسنت. من هم برای رسیدن به اندیشه های امام یه بار به مردم کوچه و خیابون مراجعه کردم. علاوه بر این که اطلاعاتی راجع به اندیشه ها و وضعیت جسمی امام پیدا کردم، یه شناخت جدیدی از خانواده و 7 جد و آباد امام پیدا کردم. دیگه بقیه‌اش هم جلوی دوربین نمیشه گفت. خب استاد دیگه چی گفت؟ به هم میگفت اگر بخوای اینجوری رو نظرات امام مانور بدی، فکر کنم پایان نامت تا دکترا هم نتونی تمام کنی. با این وضعیتی که من از تو میبینم، رو اندیشه های امام که هیچی. اگه رو خود امام هم مانور بدی، دکتر بشو نیستی. البته شاید دامپزشک بشی. بیا بریم چند تا فیلم بهت نشون بدم تا جنبه‌های جدیدی از شخصیت امام آشنا بشی. یه بار با امام تو نوفل نوشاتو نشسته بودم. فضا خیلی روحانی بود. امام برگشت بهم گفت اگه اون درخت کاج زبون داشت الان به ما چی میگفت؟ برگشتم رو کردم به امام، بهش گفتم اگه زبون داشت بهمون میگفت امام احمق من چنارم نه کاج. امام احمق من چنارم نه کاج. من یه خاطره هم دارم که بعد از ارتحال حاج مصطفی تو حیاط وایساده بودیم، حضرت امام داشت تو حیاط خرما پخش میکرد. حاج احمد آقا از بس ناراحت بود چنگ زد که خرما برداره 20 تا 30 تا برداره بر خودش بخوره. امام دست زد گفت بز مجه یه نفر مرده اتوبوس که چپ نکرده. سلام چطوری؟ خبلو قریت دلشتیرون دستوره. خب چه غلطی کردی؟ خلاصه فیلم درام السکره امام تموم کردی یا نکردی؟ نه بابا اون تمومی نداره که، هنوز 8-9 تا از اون فیلم ها مونده. اما خوبی اون فیلم ها اینه که داخلش از همه اقشار مردم مصاحبه هست. تو هم بابا خفمون کردی. ما این حرفای کلیشه‌اید بابا. کدوم اقشار مردم؟ تو هم به اون قیافه گلابی هنوز نفهمیدی که همه اونا خودم بودم. حالا خوب شما یه کاری برات کردیم. شما که خیلی گلی. دستو بنداز مت که تلمبه. حرف آخر تو بزن ببینم چی میخوای بگی. میخوام یه وقت بگیری با بابات صحبت کنم. چی؟ با بابام؟ ببین بابام آدم دیوونه یا بعد چرا حالا با بابای من که کاری نکرده که. پدر تو هم زمان انقلاب و جنگ رو دیده. میخوام از زمان خودش بشنوم خیلی از حقایق. بیا میل خودته دیگه، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. مزاحم نیستم. نه خیر، مراهم تشریف دارید. خواهش میکنم خونه خودتونه، بیاین تو تا سرد نشده. بیا برات گم شه قلقلی. بابا چادرتو بنداز سرت، یه نفر اومد. بریم. راستش برام جالبه که بدونم حضرت امام چطور یکتنه تونستن مردم رو علیه ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی متحد کنن. این چیزی که تو میگی رو من نشنیدم، اما چیزی که برای من خیلی جالب توجه بود این بود که چطوری امام تونست یه مملکت رو 8 نفره قلمبا کنه. آخه مردم چه شناختی از حضرت امام داشتند؟ چون رژیم شاهنشاهی ارتباط مردم با امام رو قطع کرده بود. بابا تو هم دست اینقدر مصنوعی اینجوری نکن، میفهمن. انگار داره خمیر میگیره. مشکلم همین بود که ملت این دایناسور رو نمیشناختنش دیگه. وقتی هم شناختنش که دیگه ریغ رحلت رو سر کشیده بود. ببخشید پدر جان، شما اون روزا رو یادتونه؟ کدوم روز؟
روز رحلت امام. بابا حتی فیلم و اخبار تشییع جنازه حضرت امامو نگه داشتن. خفه شد دیگه بابا، داریم حس میگیریم. دارم حس میگیرم. امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. از همه امت خداجوی درخواست می‌کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. آقا این سلام نمیتونه خوب بازی کنه. همش فکر میکنم خنده. بابا تو هم موضوع برای پایان نامت گیر آوردی. برو برو تو هم خفه شدی.